آمادگی بیش از حد باعث میشه که هیچ وقت شروع نکنی و هیچ وقت نتونی یه برگ برنده داشته باشی. همون چیزیه که ایدئالگرا خیلی دنبالشن. آره دقیقاً همه چی باید پرفکت باشه، هم باید آماده باشیم و بعد شروع بکنی. خب هیچ وقت شروع نمی‌کنی. یعنی کسی که منتظر آمادگی 100% هیچ وقت شروع نمی‌کنه. چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ ببین اول از همه این که احتمال اینکه تو به آمادگی 100% برسی خیلی کمه. واقعاً زمان زیادی میبره آدم، اصلا دیگه انگیزش تموم میشه. یعنی تو وقتی به اون نقطه 100 میرسی اینجوری حالا دیگه که چی دیگه، یعنی انگیزه نه، اون شوقه برای شروع کردن میره. خیلی‌ها دیدین انقدر مقدمات و تشریفات شروع یه کاری رو در واقع آماده سازیشو کش میدن و طولانیش میکنن که دیگه حوصله شروع کردنشو نداره. تو حتی از بیرون داری آماده سازی رو میبینی، واو چقدر جذاب، مثلا تو شوقت انگار بیشتره که اون دوستت شروع کنه و بعداً مثلا پیگیری میکنی بعد یه سال ازش چی شد اون کار نشد، تو شروع نکردم دیگه، اصلا انگیزه‌ام عوض شد. خیلی طولانی کرده پروسه در واقع اقدامات و تشریفات. یکی از دلایلش اینه. یه دلیل دیگه هم داره. این وقتی که به آمادگی 100 میرسی، اصلا اگه برسی، یعنی دیگه احساس میکنی که دیگه من الان در ایدئال ترین حالت خودمم، یه مشکلی که پیش میاد اینه که تو از لحظه‌ای که شروع میکنی قراره تازه قصه شروع شه. تازه از وقتی که شروع میکنی قراره مواجه شی با این که من اون چیزایی که فکر میکردم تو ذهنم بوده با چیزایی که در دنیای واقعی هست خیلیاش هماهنگ نیست. خیلی جاها تو ذوقت بخوره، خیلی جاها شکست بخوری، نادیده گرفته بشی. یعنی تازه شروع مسیر تو، شروع مسیر یادگیری تو در یک دنیای واقعیه. از دنیای ذهنت داری میای بیرون، وارد دنیای واقعی میشی، هر چقدر قبلش هم تحقیق کرده باشی، پرسجو کرده باشی. و وقتی خیلی صدی میترسی از این که شکست بخوری، ترس از شکستت خیلی زیاده، چون احساس میکنی آدم‌ها الان قضاوتت میکنن، میگن تو که این همه سال کار کردی روی این موضوع، تو چرا اشتباه کردی، تو چرا سوتی دادی، تو چرا شکست خوردی. فکر میکنی در شروع اون چیزی که بعد خودتو باش پرزنت کنی اینه که بگی من 1 سال 2 سال یا اینقدر زمان زیاد داشتم واسه آماده سازی مقدمات تلاش میکردم و بعد آدم‌ها اگه ازت اشتباه یا سوتی ببینن فاجعه رخ داده.